شما فکر کنید یه نفر که قوی‌تر از شماست، شما رو به زمین زده، کتکتون میزنه، شما هیچ توانایی که یقش رو بگیرید یا آسیبی بهش بزنید ندارید. اما کم پیش میاد که در حالی که دارید کتک میخورید چیزی بگید که طرف مقابل آب کنید از خجالت. سیف فرغانی همچین موضعی داره. یک شعری داره که 3 بیت من براتون میخونم. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. در مملکت چو قررش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. ببینید هم شکست خورده، هم تأسف به شکست میخوره، هم قوم غالب رو داره تحقیر میکنه.